تا حالا چند نفر ممه ها رو برات خوردن؟ اسمم رهاست. 25 سالمه. حدود 3 سال پیش با کاوه آشنا شدم و بعد از کلی مخالفت خانواده ها با هم ازدواج کردیم. هر دو با هم کار میکردیم ولی باز هم به سختی از پس هزینه ها برمی اومدیم. از شانس بدمون همیشه صاحب خونه های بد اخلاق گیرمون می اومد و کرایه ها هم که سر به فلک می کشید. تصمیم گرفتیم با پس اندازمون و یه وامی که میتونستیم جور کنیم یه خونه کوچیک برای خودمون بخریم. کلی گشتیم. بالاخره یه خونه وسط شهر پیدا کردیم ولی بازم پولمون کم بود. صاحب خونه یه مرد حدوداً 50 ساله بود به اسم حسین. بابت کمبود پولمون ازمون چک گرفت. محسن هم یه چک 5 ماهه بهش داد. خیلی خوشحال بودیم که بالاخره تو خونه خودمون هستیم. بیشتر تلاش میکردیم. دائم به هم روحیه میدادیم که اگه کم همدیگر رو میبینیم عوضش تو خونه خودمون سرمون رو میذاریم رو بالش. کلی تلاش کردیم تا موعد چک پول رو فراهم کنیم. ولی به سررسید چک که رسید ما نتونسته بودیم پول رو جور کنیم. با حسین صحبت کردیم که به همون مهلت بده. ولی خب اونم میگفت نمیتونم. منم پولمو لازم دارم. از دور و بریا و فامیلم اونقدر پول قرض گرفته بودیم که دیگه کسی به همون پول قرض نمیداد. پول جور نشد که نشد. چک برگشت خورد. حسین هم رفت حکم جلب کاوه رو گرفت. اومدن و کاوه رو کتبسته بردن. کاوه افتاد زندان. خیلی شب سختی بود. صبح که شد رفتم محل کار حسین. ازش خواستم که به همون مهلت بده. بهش گفتم اگه کاوه زندان باشه برای شما پول میشه؟ یه فرصت دیگه به همون بدین. جورش میکنیم. دستشو گذاشت زیر چونش و یه نگاهی از سر تا پا به هم انداخت و گفت یه راهی هست که بتونم به شوهرت مهلت بدم. با خوشحالی گفتم چه راهی؟ یه شماره نوشت رو برگه و داد به هم و گفت شب زنگ بزن میگم بهت. الان خیلی سرم شلوغه. با اون نگاهایی که به هم میکرد شک کرده بودم بهش. ولی گفتم بذار شانسم رو امتحان کنم. ببینم چی میگه. شب شد. با ترس و لرز گوشی رو برداشتم و شمارش رو گرفتم. اون که انگار اون ور خط منتظر من بود گفت یه شرط دارم برای اینکه رضایت بدم. گفتم چی؟ گفت یه مدت با من باش. قول میدم بهت خوش بگذره. مغزم سود کشید. انگار آب سرد ریخته بودن رو سرم. گفتم خجالت بکش. من شوهر دارم. گفت پس دلت میخواد شوهرت تو زندون آب خنک بخوره؟ شروع کرد به زبون ریختن که اگه با من باشی همه چی در اختیارته. تو رو به همه آرزوات میرسونم. بعدش هم که دید جواب نمیده شروع کرد به تهدید. کارو رسوند به اون جایی که من دیگه واقعا ترس برم داشته بود. گفتم بذار فکر کنم. بهت خبر میدم. گفت رها خانوم مطمئن باش پشیمون نمیشی. گفتم باشه خداحافظ. خیلی فکر کردم. ولی آخرش بهش زنگ زدم. گفتم باشه. قبوله. ولی منم یه شرط دارم. اونم این که اول باید رضایت بدی و در مورد چک هم باید بگی پاس شده. خندید و گفت داری گروکشی میکنی؟ گفتم شرط من همینه. اونم گفت باشه قبوله. گفتم یه شرط دیگه هم دارم. باید یه سفته به هم بدی تا یه وقت به سرت نزنه بخوای آبرومو ببری. گفت ای به چشم. خودم همه جوره تأمینت میکنم. قصه این چیزا رو نخور. یهو پرید و گفت خب پس من الان میام. گفتم نه اصلا. اول رضایت و چک و سفته. گفت باشه صبح میرم و رضایت میدم. صبح رفتم به کاوه سر بزنم. از طرفی هم میخواستم بدونم حسین میاد یا نه. که دیدم اونجاست. قبل از من رسیده بود و رضایت هم داده بود. اومد طرفم و گفت فردا آزاده. الان بریم؟ گفتم نه الان کار دارم. 2 ساعت دیگه بیا خونه. رفتم خونه و دوش گرفتم. یه نیم تنه و یه دامن پفی کوتاه پوشیدم و داشتم آرایش میکردم که زنگ خورد. خودش بود. گفت من دم در خونه‌ام. در رو باز کردم. وقتی اومد تو خیلی صمیمی بود. بغلم کرد و گردنم بوسید. حالم داشت خراب میشد که گفت یواش عزیزم من تازه رسیدم. هنوز چیزی نشده که. گفتم بشین برات شربت بیارم. گفت نه بابا بیا بریم سر اصل مطلب.
و سری منو بغل کرد و برد تو اتاق خواب. منو انداخت روی تخت. سینه هامو تو مشتاش گرفته بود و فشار میداد. گفت رها جون، سینه ها چقدر خوش فرمه. چند نفر تا حالا اینا رو واسط خوردن؟ هیچ جوابی ندادم. یهو بلند شد و شلوار و شورتشو با هم در آورد. چشمم که افتاد به اون چیز حال به هم زنش، چشام داشت از حدقه میزد بیرون. گفت بیا بخورش. گفتم حالم بد شد. لااقل پشماتو میزدی. عصبانی شد. موهامو گرفت تو دستش و چیزشو تا ته کرد تو دهنم. داشتم بالا می آوردم. گفتم تو رو خدا بس کن. گفت نه بابا، من هنوز کار دارم. بعد از چند دقیقه تاپ و دامنمو با هم در آورد. انگشتشو میکشید لای پامو میکرد تو دهنش. هی لیس میزد. یهو پاهامو داد بالا و شروع کرد به خوردن زیر شکمم و همه جامو مزه میکرد. من هیچ وقت همچین لذتی رو تجربه نکرده بودم. آخه کاوه از این کار بدش میومد. آلت گندش رو دائم میمالید لای پام. میخواست آلتش رو بکنه پشتم که گفتم نه تو رو خدا، من تا حالا این کارو نکردم. گفت اشکالی نداره عزیزم، خودم برات افتتاحش میکنم. دامنمو مچاله کرد و فرو کرد تو دهنم تا نتونم فریاد بکشم. پاهامو گذاشت رو شونه هاش. دستامو محکم گرفت و یه دفعه به زور همشو کرد تو تنم. از درد جیغ میزدم و التماسش میکردم که درش بیاره. اولش سوزش وحشتناکی داشتم. اشکام سرازیر شد. ولی کم کم دردش تبدیل شد به لذت و خودم هم داشتم باش همراهی میکردم. بعد که از پشت حسابی منو کرد، گفت حالا به چرخ برام داگی شو. منم همین کار کردم. آلت گندشو میکشید لای پام. منم آه و نالم بلند شده بود. میگفت جون تو فقط برام ناله کن. خودم هر چی بخوای یا هر کاری بخوای برات میکنم. منم تو اون حال گفتم تو فقط منو بکن. آلتش رو وارد پایین تنم کرد. اونقدر آلتش بزرگ بود که همش لذت بود. با صدای بلند آه و ناله میکردم که یهو ارضا شد و آبش رو ریخت بین سینه ها. بعدش کنارم دراز کشید. من دیگه واقعا نمیتونستم تکون بخورم. بی حال افتاده بودم. تو تمام این سالا کنار کاوه همچین لذتی رو تجربه نکرده بودم. روز بعد کاوه آزاد شد و اومد خونه. گفت آزاد شدم. پرسجو کردم. گفتن یه کسی، یه خیری چکتو پاس کرده. خندیدم تو دلم و گفتم خدا خیرش بده. ولی با خودم میگفتم آره، اون خیر بابت پایین تنه زن چکتو پاس کرده. خلاصه از اون روزا حالا خیلی گذشته. ولی از اون به بعد هنوز با حسین قرار میذارم و هر از گاهی یه حال جانانه با هم میکنیم. حسین واقعا همه چیزم برام فراهم کرده. نمیدونم کارم اشتباهه یا درست. فقط میدونم که یه همچین لذت و یه همچین دلخوشی رو کنار کاوه هیچ وقت تجربه نکردم. خب دوستای عزیزم، این یه داستان واقعی بود. اگه از داستانهای واقعی خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر داستانهای بعدی بمونید.